رقابت جدید غزال نایت با ستاره هاشمی و تقلید لباس غزال نایت از این هنرمند جوان. رسوایی عجیب و باور نکردنی غزال نایت در کشور دبی و رفتار عجیب ستاره هاشمی در صفحات مجازی. ستاره کیست که این روزها بلای جان هنرمندان افغانی شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. غزال نایت، هنرمند خوش صدای افغان، یکی از هنرمندان ناماشنا، محبوب و بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان بوده است. غزال نایت کارهای هنریش را از سال 2005 با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا در افغانستان آغاز کرد. در آن زمان غزال نایت به طور پنهانی به سرودن آهنگ شروع کرده بود. استعداد و محبوبیت خاصی که در هنر موسیقیش داشت توانست به یکبارگی در دلهای مردم افغانستان جایگاه هنری خاصی پیدا کند. غزال نایت بعد از رفتنش به کشور کانادا و سرودن آهنگ‌های دوگانه و قیس الفت بیشتر محبوب شد. جدیداً غزال نایت رفت آمدهای هنری بیشماری به ترکیه و دبی داشته است. وی در کشور دبی لباسهای جنجالی بستن کرده است که تصاویرش در صفحات مجازی مورد نقد و نظر فراوانی قرار گرفته است. غزال نایت در رقابت هنری با ستاره هاشمی، هنرمند کاملا تازه کار کشور بوده است. ستاره در کشور کانادا زندگی می کند و چندمه می شود با سرودن آهنگ‌های دوگانه و تکی در میان مردم افغانستان نامش گل کرده است. ولی هر کس خودش می داند و زندگی شخصیش، رقابت‌های هنریش. ولی من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.